تاجیکستان از روی شماره مهاجران کاری در روسیه در بین 9 کشور در جای دوم است. احمد مسعود اعلام کرد که اگر طالبان از مسیر انتخابات به قدرت رسند قبول خواهد کرد. اوکراین از روسیه 150 میلیارد دلار تاوان جنگی گرفتنی است. دبیر کلی سازمان ملل متحد خواهان محو سلاح‌های کیمیاوی در جهان شد. تاجیکستان از روی شماره مهاجران کاری در روسیه در بین 9 کشور در جای دوم است. به اطلاع خبرگزاری سپوتنیک، حالا در روسیه 780,000 نفر تاجیکستانیان که شهروندی روسیه را ندارند و همچون شهروند تاجیکستان خود را در روسیه به قید مانده اند کار میکنند. ازبکستان از روی شماره مهاجران کاری در روسیه در جای اول است. در روسیه 1,100,000 نفر مهاجران کاری ازبک کار میکنند. در جای سوم قرقیزستان قرار دارد. از این کشور 450,000 مهاجر کاری در روسیه هستند. طبق اینفوگرافیک نشر شده بلاروس در جای چهارم است. حالا در روسیه 430,000 نفر بلاروس ها کار میکنند. در 4 رده بعدی ارمنستان، قزاقستان، آذربایجان و مولداوا قرار دارند. گرجستان در جای آخرین نهم است. طبق نشانداد معلومات رسانه‌ای شده در روسیه همگی 10,000 مهاجر کاری از این کشور کار میکنند. گفته می شود که حالا در روسیه بیش از 3,200,000 نفر مهاجران کاری از کشورهای سابق اتحاد شوروی کار و فعالیت دارند. باید گفت تقریبا 700,000 نفر تاجیکستانی دارای دو شهروندی بوده شهروندی روسیه را نیز دارند. این تعداد از حساب مهاجران کاری تاجیک که شهروندی روسیه را ندارند بیرون است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان 16 ماهی حکومتداری طالبان را در کابل بها داده راه نجات کشور و رهایی از بحران فعلی را بیان داشت. احمد مسعود ضمن یک همایش در دوشنبه گفت خواست بنیادی همه نیروهایی که برای تغییر وضع در افغانستان تلاش دارند این است که مردم در سرنوشت خود سهم گذاشته باشد. احمد مسعود گفت برای نجات افغانستان و رهاییش از بحران اجماعی داخلی، منطقوی و جهانی ضرور است تا یک مکانیزم مشخص و انتخابات سراسری فراهم شود. بگذار مردم خودش انتخاب کند که چه قدرت و نظام را می‌خواهد. وی افزود اگر طالبان از مسیر انتخابات به قدرت رسند قبول خواهد کرد و هیچ بحثی در میان نخواهد بود چون مشروعیت مردمی خواهند داشت. به گفته او طالبان به وعده‌های قبلا داده‌اشان وفا نکرده‌اند. بر اساس ارزیابی احمد مسعود در 16 ماهی حکومت طالبان در افغانستان گروه‌های تروریستی منطقوی و بین المللی قوت گرفته‌اند. پرورش، استحصال و قاچاق مواد مخدر، کشتار و ناپدید شدن خدمتچیان حربی و دولتی، حبس، شکنجه و مرافعه‌های صحرایی، مهاجرت مجبوری، جنایت‌های جنگی افزایش یافته‌اند. احمد مسعود اظهار داشت که راه حل را در ایجاد یک مکانیزم همکاری‌های منطقوی و بین المللی برای کمک به مردم افغانستان و تأسیس یک نظام سیاسی غیر مرکزانیده شده، قانونی و انتخاب شده در این کشور می‌داند. اوکراین خسارات مادی از جنگ تجاوزکارانه روسیه را 150 میلیارد دلار برآورد کرده به حمایت کشورهای گروه 7 امید دارد که در رویانیدن این تاوان مساعدت خواهند کرد. دنیس مالیوسکا وزیر عدلیه اوکراین با توجه به نشست وزیران عدلیه گروه 7 در برلین بر درخواست کشورش از روسیه برای پرداخت تاوان جنگی تاکید کرد. مالیوسکا به گروه رسانه‌ای فونک میدی آلمان گفت روسیه باید به مردم اوکراین خساراتی را که در این جنگ وارد کرده است بپردازد، همانطور که در جنگ‌های گذشته در مناطق دیگر نیز شاهد آن بودیم. وزیر عدلیه اوکراین افزود خسارات 150 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده شامل خسارات اقتصادی، هزینه‌های مجروحان و قربانیان جنگ و خانواده‌های آنها نمی شود. وزیر عدلیه اوکراین خواستار ایجاد مکانیزم برای جبران خسارات جنگ اوکراین شد. طبق این مکانیزم پول‌هایی که در حساب‌های روسیه در بانک‌های اروپایی به عنوان بخش از تحریم‌ها مسدود شده‌اند باید به اوکراین منتقل شوند. مالیوسکا دلیل آورده است که این امر به نخبگان روسیه در این جنگ فشار می آورد و به اوکراین کمک می کند تا این کشور بتواند ویرانی‌ها را پس از پایان تهاجم روسیه بازسازی کند. مالیوسکا گفته که در اجلاس کشورهای گروه 7 ما از این کشورها می خواهیم که به این مکانیزم پرداخت تاوان بپیوندند و راه‌های مالی و قانونی برای فعال کردن این صندوق بین المللی با پول روسیه پیدا کنند.
دبیر کلی سازمان ملل متحد به مناسبت روز گرامی داشت قربانیان سلاح‌های کیمیایی خواهان جهان آری از چنین سلاحی مرگبار شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در حساب توییتری خود در این باره نوشت تسلیحات کیمیایی قربانیانی بیشمار در سراسر جهان دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه افزوده که ما باید عهد کنیم که برای دست یافتن به جهان آری از تهدید سلاح کیمیایی جداً کوشش خواهیم کرد. آنتونیو گوترش با دعوت از همه کشورهای جهان به گفتگو، دیپلماتیه و مذاکره برای کاهش تنش‌ها، خطرات هسته‌ای و از بین بردن یکباره تهدیدات هسته‌ای تاکید کرد. گوترش گفت جهان آری از تسلیحات هسته‌ای همچنان بالاترین اولویت سازمان ملل متحد است. قرار است 11مین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سال 2026 در دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود. گفتنی است روز یادبود همه قربانیان سلاح کیمیایی همه سال 30 نوامبر تجلیل می شود. سنه یادبود ماه دکبر سال 2015 در اجلاس 20 کنفرانس دولت‌های اعضای کنونسیون سلاح کیمیایی اعلان شده بود.